با سلام و درود خدمت دوستان و همراهان همیشگی پیج آرامش با قرآن. هدف از این ویدیو اینه که آیه از قرآن رو انتخاب میکنیم، معنی و گنجی که توی این آیه وجود داره رو بررسی میکنیم و تطبیقش میدیم به زندگی روزمره‌مون تا بتونیم آگاهانه به زندگیمون نگاه کنیم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. هر جا که هستید چند لحظه کنار هم باشیم و با یاد خدا دلهامون آروم بگیره. خدایا دلهای ما رو آروم کن، ترس هامون رو از دلمون دور کن و امید رو توی قلب هامون زنده نگه دار. الهی آمین. آیه‌ای که امروز با هم میخونیم از جزء اول قرآن، سوره بقره، آیه 38. فمن تبع هدی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. معنی ساده این آیه اینه که هر کسی راهنمایی خدا رو دنبال کنه نه اسیر ترس از آینده میشه و نه درگیر قصه های گذشته. این آیه دقیقاً به زندگی امروز ما ربط داره، چون بیشتر اضطراب‌های ما از فکر کردن به آینده‌ایه که هنوز نیومده و بیشتر قصه هامون برای چیزهایی که دیگه قابل تغییر نیستن. جالبه بدونی که ویکتور فرانکل میگه، نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا، وقتی زندگی معنا داشته باشه سختی ها کمتر انسان رو میشکنن. دیل هاریسون میگه اضطراب بیشتر از آینده‌ای میاد که هنوز اتفاق نیفتاده. در کتاب قدرت حال میگه رنج انسان یا در گذشته است یا در آینده، نه در لحظه حال. و جیم ران میگه آرامش نتیجه شانس نیست، نتیجه انتخاب مسیر درسته. همه این حرفها دقیقاً توی همین یه آیه جمع شده. خدا میگه اگه مسیرت هدایت شده باشه، ترس و اندوه کم کم از دلت میرن. پس اگه امروز دلت ناآرومه، شاید وقتش مسیرت رو مرور کنی و دوباره به خدا تکیه کنی. خدایا کمکمون کن مسیر درست رو انتخاب کنیم، دلمون رو از ترس و غصه خالی کنیم و با آرامش زندگی کنیم. الهی آمین.